بسم الله الرحمن الرحیم. سوره هود شروع میشه. در اینجا واقعات انبیاء علیهم السلام ذکر میشه. از نوح علیه السلام است، صالح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، خو از هود علیه السلام هم هست. در اونجا این واقعه خیلی اهمیت بسزای داره. از او خاطر کل سورت به نام چی؟ هود مشهور کرده و نامگذاری شده. 52ام سورت است. 52ام سورت است که بعد از سوره یونس و قبل سوره یوسف نازل شده. چون این سوره مکی است، در مکه نازل شده، خصوصا در ایام نازل شده که پیغمبر علیه السلام در راه دعوت شروع کرده. زمانی که شروع دعوت شده دیگه از هر طرف تاخت و تاز شروع، شایعات شروع، مشکلات است که پرسان نکو. هیاهوی است، مکه رقتی مکه هیاهوی گرفته. از یک طرف صدای شاعر میشه، از دیگه طرف کاهن، از دیگه طرف مجنون، از دیگه طرف صابی، از دیگه طرف مفتری، از دیگه طرف میگه که او دیوانه پیدا شده، اینطوری گپا را میزنه. از امو خاطر است که الله متعال شجاعت میده پیغمبری خدا. داستانای انبیاء علیهم السلام سابقه را برش پیش میکنه که پیغمبر گپی جدید نیست، تنها تو نیستی. امتهای سابقه، پیغمبران سابقه هم این راه ها را طی کرده، تو باید طی بکنی. وقتی انبیاء سابقه طی کرده تو خو بالکل طی بکن دیگه. الله متعال در این صورت اول رد بالای چیسته؟ شرک است. کدام رقم؟ شرک فی الدعا، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی العبادت. این چرا که زمان یا مقطع مکیست، مردم ضرورت به عقیده داره. از او خاطر صورت های مکی مکمل مسائل اصولی دین بیان میشه. ارتباط این صورت قطعی ما قبل تشریح میکنه. اونجا اجمال بود، اینجا تفصیل است. تفصیل صبر بکو، صبر چی رقم است، اینی گپا در پیش رویت آمده رو ایسته تفصیلش میکنه. یکی در ما قبل دلایل عقلی بالای اثبات توحید الله و رد شرک بود. در اینجا دلایل نقلی. توحید موضوعی نیست که تنها وجدان آدم ثابت کنه. انبیاء علیهم السلام سابقه آمده با کمال متانت و استحکام و پایداری این موضوع را تبلیغ کرده، در سر منبرها، در مجامع، هر جای بیان کرده. پس وقتی انبیاء بیان کرده تو چرا آرام نشستی؟ یا در ما قبل در سوره چی است؟ یونس. در اونجا مسئله اجمالی بود از توحید، شجاعت پیغمبر علیه السلام. در اینجا تفصیلی برش بیان میشه که چی است؟ تو با تفصیل این قسم کارا را بکن مثل که انبیاء کرده. یا اونجا نفی شفاعت قهری بود، بزرگ که کسی خودم میگفت بله رویدارا هسته، رویدارا هسته که برای ما شفاعت کنه. اینجا الله رد میکنه و میگه که نه، حاجاتتان مستقیم از الله بخواهی که حاجت روا و مشکل کشا غیر از الله دیگه کس نیست. از او خاطری ارتباطی صورت است. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله عالم است به اصل مقصد و مرادش. در سری سوره به خاطر از زمین آمده، به خاطر که در اینجا هم پیشنهاد یا اخطار و چلنج داده میشه به مثل قرآن آوردن، به مثل 10 سورت آورده شوه. از او خاطر اشاره به ایسته که این حروف ساده الف لام را، کل کلام الله از زمین حروف ساده بسیط عام فهم، حروف ایجاد تشکیل یافته. چی فرق میکنه در بین کلام انسان ها این قرآن کریم که هیچ کسی تا امروزه نتوانسته مثل زیر بیاره؟ پس این میگه اشاره به اعجاز قرآن کریم است که الله کتاب معجزه روان کرده. کتاب احکمت آیاتو، این کتاب پر عظمت است، کتاب خیلی پر بلند مرتبه است. احکمت آیاتو، چرا بلند مرتبه پر عظمت است؟ به خاطری که محکم کرده شده آیاتای ازی، محکم کرده شده. احکمت محکم کرده شده آیاتای ازی یک معنی است که پر از حکمت است. یک حکم قرآن کریم نآمده مگر مصلحت‌ها، رازهای خیلی زیاد دونه افته است. هیچ طور نیست که خشک و خالی یک موضوع را بیان کرده باشه. یک معنی احکمت محکم کرده شده یعنی هیچ نوع نقصان، هیچ نوع خلل در این کتاب آمدن نمیتونه، کسی از این تغییر و تبدیل آورده نمیتونه. تورات و انجیل نیست که هر کس این را دست خورده بسازه، هر ملا بخیزه در این اضافه بکنه. نه 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 نه، یک کتاب مسئول است، محکم است. 3 احکمت آیاتو، کتابی است که قطعا منسوخ توسط کتاب دیگه نمیشه. بالکل کتاب، این کتاب منسوخ نمیشه. ثم فصلت، بعد از او تفصیلی بیانی ازی کرده شده. فصلت
مسائل اصولی آن چیزی که ضرورت مردم است مکمل بیان کرده شده. من لدن از طرف کیست؟ حکیم، ذاتی که حکیم است، از امو خاطر حکمت آیاته بود، پر از حکمت به خاطری بود که از ذات حکیم آمده. ثم فصلت، بعد از او تمام نیازها، حاجات مردم، هر نوع حاجت دنیا آخرت، ظاهری و معنوی، کلی حاجتها، فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کلش تفصیل کرده شده. چرا شده؟ به خاطری که از طرف ذاتی که خبیر، کلی حاجتها، ضرورتهای مردم الله آگاهی داره، از همون خاطر اینجا بیان کرده. مکمل الله خبیر است، نیازهای مردم، ملت، هر چیز میدانه. قرآن کل مسائل مورد نیاز ما را مکمل بیان کرده شده. اینی معنای تفصیل و احکام است. الله تعبدو، در رأس تمام مسائل تفصیلی که بیان شده، در رأسش، در عنوان اولش، مهمترینش، بگوی بزرگترینش کدام است؟ ام یک آواز، الله تعبدو الا الله، که عبادت نکنی یک غیر از الله دیگه کسه. ای الله تعبدو شیئا الا الله، هیچ چیزی را عبادت نکنی غیر از الله متعال. نه ملکه، نه جنه، نه انسان، نه پیغمبره، نه ولی را، نه پیره، نه فقیره، هیچ کسه. فقط عبادت برای الله خاص است. این دعواست. ایننی تو هم پیغمبر هستی، برای تو یک تعظیمی سجده تعظیمی بکنیم؟ نه. ایننی لکم منه، ما یقینا برای شما، برای اصلاح شما، برای تربیه شما، برای تعلیم شما، منه از جانب الله، نه از طرف خود ادعا نکردیم، از فکر خود به استاد نشدیم که برتری را تقاضا کنم، معلم خود جور بکنم. نه نه نه، از جانب الله. نذیر و بشیر، دو مسئله، دو وظیفه دارم. نذیر، بیم دهنده هستم، کارهای غلط و نادرستی که شما میکنه به شما بیم میدم، به کمال دلسوزی که او مردم نکنه، ترک کنه کارها را، کفر، شرک، بدعت، ناروا، ای گناه ها، ای مظالم، ای خشونت ها، ای سختی ها که مکمل انسانیت قبول نداره، بگذاره. چرا؟ عذاب بزرگ الله در دبیرویتان آمده رایست. بترسه. بشیرون، بشارت دهنده هستم برای کسانی که تعلیماتی که ما بیان میکنم از جانب الله متعال او را بپذیره، ضمانت میشه که بالکل هم دنیا مطمئن، هم آخرت. اردو وظیفه پیغمبر امیست. پیغمبر دیگه متصرف نیست. کسی را دعوت به سجده خود نداده. کسی را دعوت به سجده خود نداده. صحابه کرام چی میگه؟ بگوی بزرگترین محبوبترین شخص دیگه برای ما از پیغمبر کده کسی دیگری نمی بود، لیکن وقتی می آمد چی میکرد؟ بگوی یک نفرم داده میروش نمیخیست. چرا؟ به خاطری که ما میدانستیم که پیغمبر علیه السلام خیستن چی میکنه؟ بد میدانه. امروز معلمکای صنف 12 را درس هم صحیح داده نمیتونه، ولار صحیح کلی مردم برش بخیزه. شرک از کجا داخل میشه؟ در این مرکزی تعلیمی تو شاگردان را مشترک کرده رویستی، چرا میکاره میکنی؟ در بیرق استاد میشه، دستا هیجه بسته، در پاچاخ رسمی گذشت است او ایگه پاس. خو خیر، الله را بگذاره به مخلوق بندگی کنه. وان استغفروا ربکم، 4 برنامه را بیان میکنه. اول بشارت و نظارت و بشارت، دوم سوم برنامهش وان استغفروا ربکم. مردم اعتراض میکنه که تو نو آمدی، ما خویی قدر عمرت در امور غلط، در کارهای ناروا مبتلا بودیم، حالی ما چی طور کنیم؟ بله، راه موجود است. وان استغفروا ربکم، بخشش طلب بکنی از پروردگارتان که یا الله نمیدانستیم، راه سر ما گم بود، حالی پیغمبری تو آمد، تصدیقش توسط معجزه شده، برای ما ثابت شد، بالکل ما از اموری غلط توبه توبه توبه. ما هم اینطور بودیم، حالی کتاب الله را میشنویم، برای ما چی مناسب است؟ وان استغفروا ربکم، مغفرت طلب بکنی از پروردگارتان از او کارهای ناروا و نادرسته که سابق شده. ثم توبوا الیه، بعد از رجوع کنی به سوی الله. آینده زندگی تانه، آینده زندگی همونطور در بیبندوباری نباشه، آزادانه نباشه، در قید و بند دین باید باشه. حالی خودم مقید که برادر، در هر معامله رجوع به قرآن و حدیث که چطور کنم؟ توی دارم، قرآن و حدیث چه قسم برام اجازه داده؟ غم آمده چطور کنم؟
اینی خیشی کسی تمامی معاملات خود تجارت ما چی رقم کنم ثم توبو الیه بعد از رجوع به سوی الله بکنه یمتعکم متاعا حسنا فایده میده برایتان لذت میبخشه برایتان بهره‌مند میسازه شما را الله متاعا حسنا از لذت خوب از بهره خوب حسنا خوب مطمئن زندگی که بالکل خوشی باشه خوشی دین نامده تنها فقط مردم وعده آخرت بده دین دنیا و دین اردویش با هم پیوست میسازه دین مقدس اسلام نظام اسلامی تا نیست که تنها فقط مردم در مسجد دعوت بده که الا نماز بخوانی نماز بخوانی نماز بخوانی میگن نه دین عمل کو دنیای تام خوب است راحت است دنیای ما چی رقم خوب است کشفش دیگرها را بی از ما را بی ما یک اتاقی علایده خوب نداریم مردم هستی کو چی رقم مدمی خانگه که بیرانی خود آنقدر مطمئن هستم که پرسان نکن آنقدر خوش هستم که پرسان نکن اما او دو نمو بیلدینگ خود در حالت هراس و غم است شو تا صبح خوب نمیاد تا که گولی خو نخوره تا گولی خو نخوره نمیره خو بله کسی که اتکا به دین میکند در تعلیمات دین خود تسلیم میکنه زندگی را بس الله اطمینان برش نصیب میکنه این وعده الله متعال است قرآن وعده داده پیغمبر برای مردم 4 برنامه را بیان بکنه او مردم بگذاری اعمال ناشایسته را او مردم این کارا را بکنه چرا که جنت براتون میاد اگر این کار را بکنی عذاب میاد امور سابقه تان استغفار طلب کنی از الله متعال آینده را بسازی آینده سازی کنی سابقه را فقط در الله بسپاری عاجزی کنی که الله نمیدانستیم معاف کن ما را کلی ما نمیدانستیم میدانستیم با قرآن ننشسته بودیم با قرآن ننشسته بودیم با سخی صاحب به هزارها دفعه صدا کردیم که یا سخی صاحب مشکلی مرا حل کن الله دا یادی ما نمی آمد حالی در قرآن نشستیم فهمیدیم که الله آواز بکی شوه حاجت است کی خواسته شوه سجده برای کی شوه عبادت حقیقی است ما بندگانی کیستیم چی چیز برای ما مناسب است که انجام بدیم بله الله متعال زندگی خوب الی اجل مسمى لیکن زندگی موقت است تا یک تاریخی مقرر معینه که الله مقرر کرده و یوتی کل ذی فضل فضله میدهد الله متعال هر صاحب فضیلت پیش الله معیار ذات شما نیست پیش الله معیار عمل عقیده شماست مطابق عمل و عقیده برای شما مرتبه مقام داده رئیسته احسان کده میره هر قدر عمل و عقیده قوی مستحکم درست بلند زیاد میشه امو قدر احسان الله زیاد است چی میگه و یوتی کل ذی فضل میدهد الله متعال برای هر صاحب فضیلت مراد صاحب فضیلت کسی که عمل درست میکنه بهتر میکنه فضله احسان خود برش میده یعنی اجر و ثواب امو عمل برش میده و این تولوا اگر شما اعراض میکنی عقیده درست عمل درست انجام نمیده فإن یخاف علیکم عذاب یوم کبیر میترسم که بالای شما بیاید از چی میترسم از عذاب روزی بزرگ که عذاب بزرگ است یا روز خیلی بزرگ است طولانی است مثل روزای دنیا واری نیست که بیگاه شو کمی راحت حاصل کنی نه خیلی دوامدار است خیلی دوامدار است آیا دین آدم عقب در آیت قرآن کریم ترغیب بیان شده که الله وسایل دنیای تان هم جور میکنه دین راستی امروز خود تصوری مردمی نمیست کسی دین نمیگیره از زندگی دنیا محروم میشه نه حقیقت است که اگر ما مطابق دستورات دین هر عمل انجام بدیم آدمی که وظیفه شناس است خیانت نمیکنه مکمل با اخلاص و صداقت وظیفه خود در سر میرسانه چطور است مامور دفتر وقتی که وظیفه شناس است اداره او میگه من تقاوت میکنم میگه نه تو را در تقاوت هم نمیمانی همینجا باید باشی همینجا اما کسی که خیانت میکنه هیئت میگه برو بخیر او مرد که هیچ چیز نه تو در کار نیستی دینی نمی تعلیمات برای ما میده همین سبب سرفرازی و کامیابی انسان است این تعلیمات دین است دنیای آدم که خوب میشه توسط تعلیمات دین میشه الی الله مرجعکم خاص بسوی الله بازگشت شماست ایتورام فکر نکنی که امی دنیاست زد و خورد است امی روز و شب است امی
عیش و نوش است. نه نه نه، فکرتان بگیره. خاص به سوی الله مرجعکم، بازگشت شماست. چرا پیدا مو کرده؟ اگر این کار میکنه شک داره که ما خو گرگ ماره میخوره، ماهی میخوره، آتش میسوزیم، ذره ذره میشیم. نه، این تصوری غلط از ذهنت بکش. چرا؟ و هو علی کل شیء قدیر، الله بالای تمامی چیزا قدرت داره. این تصورات و خیالات غلط از ذهنت بکش که من چطور باز زنده شوم، از ما بازخواست شوم. تا دین روز مردم میگفت وی این قدر اعمالی که گفتارای ما را کی حساب میکنه؟ کجا ثبت است؟ چی میکنه؟ امروز وسایل جدید برآمد در صدر اسلام، فرقه های گمراه برآمد که اعمال اعراض است. اعراض طول نمیشه. از او خاطر این کار میکرد که ترازو در قیامت طوری نمیشه. چی رقم طول شود؟ در دنیا انسان ساخت، حوازی تا ثبت میکنه 1 ساعت کیست است، نیم ساعت کیست است، این قدر است. این را چی میکنی؟ آلی در صدد یزیستن که آوازهای خیلی دنیای سابقه را، چون که در فضا موجود است، امو آوازها امو را تفکیک کنن. موجود بودن آخه هیچ کس این کار نمیکنه، او را تفکیک کنه. اما نزد الله متعال او قادر مطلق چطور است؟ به تاسف است به یک کسی میگی نماز بخوان، او از آخرت کی آمده؟ اینی گپ بسیار عادی میدانن. چی میدانن؟ عادی میدانن از آخرت کی آمده. این کفر است. نکاح میده میشه، بالکل زن و شوهر باشه نکاحشان میده میشه. چرا؟ این گپ ارتداد است، دین است. این کار از چی است؟ آخرت است. نعوذ بالله. اما پیش مردم میگه عادی است. نماز بخوان، برم یک تو در جنت بری، ما کار ندارم. نعوذ بالله. این کفر است. این چی است بگه؟ کفر است. یک تو در جنت برو، نعوذ بالله. باز چی میگه؟ خیر است باز تو دستی مرا بگی ببر مرا در جنت. این استهزاست بالای دین. نواقض اسلام، نواقض اسلام امیره میگه. این ملت است گنگ تولد شده، امی گنگ در قبر دفن میشه. یک روز نفهمید که اسلام چی را میگه، چه قسم داخل میشم و کی اسلام ما میده میشه. کتاب معالم الدین براتان داده شده، در حلقه ها تدریس شده، بخوانی. نواقض اسلام در آخرش داره که اسلام توسط چیه؟ از بین میره، معلوم شود. الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه. الله حالات کفار در مقابل پیغمبر علیه السلام بیان میکنه. کدام چلنجان است، کدام سازشان است که در مقابل پیغمبر نشوه. کورکورک است، مجلس است، الا جرگه هاست، تدبیرها گرفته میشه برای از اینکه چه رقم جلوگیری از دعوت پیغمبر بکنه. الله متعال میگه بدبختا این قدر عقیده ضعیفی داره. دو مطلب است در اینجا. یک تعدادی از یا زمانی که پیغمبر علیه السلام تقریر میکرد، دعوت میکرد، باز می آمدن سرخم میکردن که ما را نبینه، تیر شوه. به خاطری که میگفتن نه در مجلسش نشینه که باز زیر تاثیر سرطان تاثیر میکنه. آلیان براتان همونطور گفته نمیشه. نروی که باز زیر تاثیر سرطان میکنه در مجلس ها. الا خبردار انهم یثنون صدورهم، یا تو میده یا کنجلک میکنه سینه های خدا، لیستخفوا منه که خدا پنهان کنه از الله، یا از پیغمبر الله که نبینه پیغمبر. این همو ترتیر میشه. منافقین است، مردمایی هستن که در دیگه وقتا زبان چرب داره، لاف از اسلام میزنه، اما روزی که موقع درس تدریس تعلیم میشه، مبارزه میشه، باز پنهان حرکت میکنه که نشنوه. یک معنی است، یعنی خود خم میکنه.